دوم آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 14:45 دقیقه راننده автомاشین تمغه مرسدس بنز جمشیدزاده یعقوب سال تولدش 2001 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در راه نقلیاتگرد خوجند غفوروف در حدود جماعت دیهات اونچه از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده پیادهگرد نابالغ عبدالرحیموف ابوبکر سال تولدش 2009 ساکن ناحیه غفوروف را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ عبدالرحیموف جراحت وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی ناحیه فردوسی با عریضه مرد 25 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه دکبر سال 2021 مرد 37 ساله ساکن شهر استرافشان با راه فریب به باوریش درآمده خانه استقامتش را به مبلغ $25,000 آمریکایی نرخگذاری کرده گرفته خانه را به دیگر نفر فروخته است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که مرد 31 ساله ساکن شهر دوشنبه 5 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 04:00 دقیقه با راه پنهانی از باغچه کودکانه واقع در کوچه ایدی یک عدد تلویزیون تمغه سامسونگ و یک عدد تلفن موبیلی تمغه نوکیا را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 11,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. همین طریق نامبرده صحنه 9 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 15:30 دقیقه با راه پنهانی از مرکز سودای صدبرگ از اتاق فروش تلفن‌های موبیلی یک عدد همیان که در داخلش $500 آمریکایی و 5,000 روبل روسی بوده به زن 25 ساله ساکن شهر دوشنبه تعلق دارد دزدیده از جای حادثه غیب شده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.